و بیش از 3000 سنگشکن در این مرکز انجام شده که اغلبشون هم سنگ‌های حالب بودن. بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر اصغر فرهادی، متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری هستم با سابقه بیش از 30 سال در امر آموزش، تدریس و درمان بیماران کلیوی و مجاری ادراری. آقای پیرامون 59 سالشونه که با درد کلیکی راست مراجعه میکنن به یه مرکز دیگه و اقدامات تشخیصی داده میشه. سنگ حالب فوقانی به قطر 22 میلیمتر که با خوردن روغن کرچک و آمادگی هایی که داده بودن سنگشون دیده نشده یا سنگ غیر حاجب نانوپک و ارجاع دادن به این بیمارستان مجهز به دابل ایمیجینگ سیستم. باید عرض کنم که در بعضی از مراکز به روش لاپاراسکوپیک و یا PCNL این سنگ‌ها رو خارج میکنن که نیاز به بستری و بیهوشی و عوارض خاص خودش رو داره که در این مرکز بدون جراحی، بدون بیهوشی و بدون بستری این کار در حال انجام شدن. سنگ‌هایی که در مراکز دیگه نمیتونن پیدا کنن اینجا با موفقیت بالای 95% سنگشکنی، موفقیت 95% ما داشتیم و بیش از 3000 سنگشکن در این مرکز انجام شده که اغلبشون هم سنگ‌های حالب بود.